سوالات پرتکرار شما عزیزان. آقای دکتر، بعد از عمل جراحی امکانش هست ما لاغری مفرط یا اینکه بیش از حد داشته باشیم، اصطلاحاً از اون ور بوم بیفتیم؟ عزیزان ببینید، عملهای جراحی من خدمتتون این رو عرض بکنم. اولا اینها همه استاندارد داره و اگر عمل به شکل استاندارد انجام بشه و عزیزان بعد از عمل اون مراقبت‌های مربوط به تغذیه‌شون و فعالیت بدنیشون رو درست و طبق اون دستوراتی که میدیم انجام بدن و داروها و مکمل‌هاشون رو بخورن، این عمل‌ها هیچ گونه آسیبی به شما عزیزان وارد نخواهد کرد. این همه مریضانی که در واقع در حال عملشون هستیم و انجام میدیم، فقط بیمارانی ممکنه آسیب ببینن که به حرفهای ما گوش ندن. بس لاغری مفرط در این عملها اگر عمل به درستی انتخاب بشه و انجام بشه امکان پذیر نیست، مگر اینکه شما عزیزان توی در واقع در خوردن اون مکمل‌ها، خوردن اون مواد غذایی و اون فعالیت بدنی در واقع تنبلی بکنید و اون رو انجام ندید. ولی اگر که در واقع این مراعات‌ها رو انجام بدید، به اندازه خودتون کم خواهید کرد و به وزن ایدئال خواهید رسید.